طالبان و استراتژی پسا قدرت، نوشته از عبدالناصر نورزاد. به قدرت رسانیدن گروه طالبان توسط قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای خود یک استراتژی بود. حاکمیت این گروه نیز جزئی از یک استراتژی دراز مدت است که توسط مجریان قوی با قدرت فوق‌العاده طراحی شده است. حال گفته می‌توانیم که این گروه با حکم اصلی ماهیت آن در یک تفاهم با روحیه افراط‌گرایی دینی، تروریسم قومی و قاچاق مواد مخدر و اسلحه استراتژی در درون استراتژی است که مرحله به مرحله تطبیق شده و یکی با دیگری پیوند دارند و همدیگر را تکمیل می‌کنند. البته که وجود چالش‌ها را در برابر تطبیق این استراتژی و زیرمجموعه‌های آن نمی‌توان نادیده گرفت، اما آنچه که مسلم است ماهیت اصلی آن است که سابوتاژ و ویرانگری قابلیت غیر انکار به آن می‌بخشد. یعنی اتفاق نظر در مورد طالبان و به قدرت رسیدن دوبارهشان در میان همه وجود دارد و همه می‌دانند که این گروه ابزار استراتژیک در دستان دیگرانند. این ابزار استراتژیک عملکردهای داشته و برنامه‌هایی را برای تداوم خودش و به اشاره دیگران در عمل پیاده ساخته است که به اختصار به آنها پرداخته می‌شود. ایجاد فضای خفقان که در تحت تئوری نفوذ به اذهان عمومی اجرایی می‌شود. طالبان از بدو به قدرت رسیدنشان فضای فشار و استبداد را برای ایجاد ترس همگانی در دستور کار قرار دادند. گزارش‌ها از شکنجه‌های شدید و غیر انسانی، فشار مضاعف بالای عام مردم، جنگ روانی بسیار شدید و برنامه‌ریزی شده توسط سازمان‌های استخباراتی منطقه و فرامنطقه، نمایش قدرت در جاده برای تحت تأثیر داشتن مردم جهت ایجاد ترس بیشتر از قدرت سرکوب طالبان، تبلیغات رسانه‌ای بسیار ماهرانه در جهت سرکوب روحیه مقاومت مردم در برابر نظام تک قومی گروه طالبان، ایجاد فضای پلیسی و تأمین شبکه‌های ارتباط جاسوسی در جاده‌ها و پس‌کوچه‌های کشور، مخصوصاً در شهرهایی که طالبان بیشتر احساس و ترس و نگرانی از شورش از آن را دارند، به یک سیاست استراتژیک طالبان مبدل شده است. این گروه با استفاده از فناوری مدرن تلاش می‌کند تا پیش از استفاده از قوه قهریه و سرکوب مردم را در ذهنیت‌ها خفه سازند و ترس لازم را برای تحت کنترل داشتن آنها ایجاد کنند. سیاست مدرسه سازی که میدان سربازگیری را مهیا می‌سازد. گروه طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان چند هزار مدرسه دینی را ایجاد کرده و قرار سیاست رسمی رژیم طالبان قرار است آموزش مدرن و عصری کنار گذاشته شده و سیاست مدرسه‌های حقانیه را در تار و پود نظام تحصیلی افغانستان تحمیل کنند و آن را عمومیت بیشتر بخشند. عملکردهای گذشته طالبان و قرار ایدئولوژیکشان نشان می‌دهد که برنامه مدرسه سازی این گروه بسیار گسترده است و سطح شهرها و مراکز ولایت‌ها فراتر می‌رود و دورترین روستاها و قریه‌ها را نیز در بر خواهد گرفت. بر اساس اسناد موجود و مطابق برنامه مدرسه سازی گروه طالبان، بیشتر از 3700 مدرسه دینی کوچک و بزرگ در سراسر کشور ساخته خواهد شد. بر اساس این برنامه تاکنون مدارس بزرگ دینی و جهادی با ظرفیت پذیرش 1000 طلبه در 25 ولایت افغانستان از جمله کابل، قندهار، غور، فاریاب، تخار، پنجشیر، ننگرهار، قندوز و میدان وردک ساخته شده و در شماری از ولایت‌ها نیز در حال ساخت است. هر مدرسه دینی و جهادی طالبان بنا به دستور رهبر این گروه باید یک خوابگاه با ظرفیت 500 تا 1000 طلبه را داشته باشد و برای هر طلبه نیز در شبانه روز 150 افغانی اعانه در نظر گرفته شود. علاوه بر این گروه در 21 ماه گذشته 10 مکتب دولتی مدرن و مرکز فرهنگی از جمله ساختمان یک تلویزیون خصوصی را به مدرسه دینی تبدیل کرده است و در 20 سال گذشته نیز در مناطق تحت کنترل خود صدها مدرسه دینی را ایجاد و تقویت کرده است. سیاست باجگیری از مردم افغانستان و کشورهای منطقه. گروه طالبان در دوران اول و دوم به قدرت رسیدنشان از سیاست باجگیری، بهانه‌گیری و اخاذی منابع فراوان مالی کسب کرده و توانستند تحت این بهانه دست به سرکوب گسترده بزنند. این گروه افراد عمدتاً از قوم تاجیک را به بهانه شامل بودن در دولت سابق، مخصوصاً نیروهای امنیتی دولت پیشین، جبهات مقاومت و غیره ابتدا دستگیر کرده
و بعد از تحمیل شکنجه‌های غیر انسانی و اسلامی وادار به پرداخت مبالغ انگفت پول، خریدن سلاح، تجهیزات نظامی و حتی وسایط نظامی می‌کنند. این گروه همچنان از تجار ملی، سرمایه‌داران، اشخاص با نفوذ و زمینداران به زور پول اخذ کرده و با واسطه آن بر تحمیل حاکمیت جبارانه خود مهر تایید گذاشتند. فراتر از این سیاست، در داخل افغانستان این گروه جاهل از منطقه به واسطه گروه‌های تروریستی خارجی که این گروه میزبان آنان است، اخاذی سیاسی می‌کند و منابع فراوان مالی را به جیب می‌زند. تعامل با چین، ایران، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، حتی آمریکا و سایر کشورهای اروپایی از سیاست‌های معمول حکومت این گروه است. هر زمانی که میزان کمک‌های پولی کاهش یابد، فوراً کارت تروریسم، داعش و سایر گروه‌های تروریستی خارجی که فعلا در تحت چتر حکومت مستبد و غیر اسلامی گروه طالبان پناهگاه‌های امن را ایجاد کردن، فعال کرده و منطقه را مجبور به پرداخت جزیه می‌کنند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان، انصارالله تاجیکستان، جندالله ایران، TTP پاکستان که پرسش‌های زیادی در خصوص آن وجود دارد، از جمله منابع درآمد این گروه برای استمرار حکومتشان محسوب می شود. سیاست یک دست سازی قومی، سرکوب جمعی سایر اقوام غیر پشتون، مخصوصا تاجیک ها، انتقال TTP به شمال، غصب زمین های تاجیک تباران در شمال و شمال شرق افغانستان، جابجایی اخراجی ها از پاکستان که هنوز هم گمانه‌زنی های زیادی در خصوص اصلیتشان وجود دارد و منبعی از نگرانی و سوال هستند، تلاش برای حذف زبان فارسی، تاجیک ستیزی و ایجاد فضای پشتونولی برای تضمین حاکمیت تک قومی و فاشisتی پشتون تبارها، ایجاد فضای همگانی ساختن زبان پشتو و تلاش برای ریشه‌کن کردن لوحه ها، آدرس ها و نام های جاده ها و جاهای رسمی و غیر رسمی و جایگزینی آن با زبان پشتو نشان می دهد که حاکمیت گروه طالبان یک حاکمیت تک قومی، فاشisتی و برتری طلب است که تنها حکومت و قدرت سیاسی و ثروت ملی را برای چند نخبه پشتون می خواهد، در حالی که اکثریت مردم پشتون تبار هنوز هم در فقر و بیچارگی به سر برده و محروم هستند. این گروه با شعار دروغین اسلامیت و تحت عنوان افغانیت در تلاشند تا مردم بیچاره و مظلوم افغانستان، مخصوصا تاجیک ها را در زیر لفافه دین و مذهب افغانیزه ساخته و اجازه ندهند تاجیک ها به قدرت برگردند. این سیاست از سالهای سال بر ضد تاجیک ها ادامه داشته و به اساس تئوری ثقافی دوم که دکترین اصلی پشتون تباری را می سازد، جغرافیا، سیاست و منابع قدرت و ثروت ملی در افغانستان باید کاملا افغانیزه شده و تحت کنترل پشتون ها باشند. سیاست تروریست پروری، گروه طالبان با مد نظر داشت ماهیت اصلیشان تروریسم را دوست دارند، چون با تروریسم وجهه مشترک و تفکر همسان دارند. اصلا خود گروه طالبان برآمده از یک جریان تندرو تروریستی بوده که تنها با سیاست‌های تروریستی در تلاش قدرت بودند. این گروه در تلاش است تا با استفاده از کارت تروریسم و موجودیت گروه‌هایی که قبلا از آنها نام برده شده از منطقه و جهان باجگیری کنند و نشان دهند که اگر به طالبان باج و جزیه پرداخته نشود، خطر تروریسم همه را تهدید می کند و منطقه و فرامنطقه مجبور است برای جلوگیری از حاد شدن بحران تروریسم به این گروه پول بپردازد. منبعی که در 2 سال حاکمیت این گروه باعث تقویت و تداوم پایه‌های حاکمیت آن بر جغرافیای افغانستان شده و توانسته ارزش پول افغانستان را ثابت نگه دارد. اطلاعاتی در مورد ارسال بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی به این گروه در 2 سال گذشته وجود دارد. البته این مقدار جدا از کمک‌هایی است که چینی‌ها، ایرانی‌ها و روس‌ها در اختیار این گروه قرار دادند. بنابراین این گروه با استفاده از موجودیت گروه‌های تروریستی از یک طرف آنها را پناه داده، تجهیز و تمویل می‌کنند و تحت حمایت دارند و از سوی دیگر به واسطه موجودیت آنها از منطقه و فرامنطقه باج گرفته و پول هنگفتی را به جیب می‌زنند. گروه‌های تروریستی که این گروه در افغانستان در مناطق جنوب، جنوب شرق، شمال و شمال شرق از آنها حمایت می‌کنند،
دارای ساختارهای منظم جنگی بوده و آموزشگاه‌های تربیت نیروهای تروریستی را در اختیار دارند که چندان پیام خوشی برای امنیت منطقه و جهان نیست و باید جدا منطقه و جهان در جهت مقابله با این سیاست گروه تروریستی طالبان اقدام کنند. سیاست ترور و شکنجه در تحت شعار عفو عمومی. تا حال صدها افسر و کارمند نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان با استفاده از ترفند عفو عمومی در دام طالبان افتادند و تحت هولناکترین شکنجه های غیر انسانی و اسلامی قرار گرفتند. سیاست عفو عمومی در واقع ترفند و نیرنگی بود که به واسطه آن گروه تروریستی طالبان توانسته به سرکوب گسترده مخالفان خود دست بزند و همه را در تحت این شعار دروغین فریب دهند. همین اکنون بیش از 20,000 زندانی تنها از یک قوم به جرم هیچ در تحت بازداشت و بازجویی‌های غیر انسانی گروه طالبان مخصوصا ریاست 40 استخبارات گروه طالبان قرار دارند و همواره و بدون وقفه الا نفس کشیدن شکنجه می شوند. این گروه تمام این افراد و سایرین را که به دام افتاده اند با استفاده از شعار فریبنده عفو عمومی به دام انداخته و سربنیست کرده است. حتی بسیاری ها را از کشورهای همسایه افغانستان به داخل کشور خواسته و با بکارگیری مکر و حیله اقدام به نابودی آنها کردند. سیاست ترور و شکنجه طالبان تحت عنوان عفو عمومی یک بازی کاملا امنیتی بوده و ابعاد وحشتناکی را در بر میگیرد. سیاست شکنجه که یکی از مخوفترین شبکه‌های استخباراتی یعنی ریاست استخبارات گروه طالبان آن را رهبری می کند و به طور سیستماتیک به سرکوب، شکنجه و قتل عام مردم تحت عناوین مختلف می پردازد. ایجاد شبکه‌های فعال قاچاق مواد مخدر و اسلحه. حاجی بشر عبدالاحد طالب فرمانده واحد ویژه 40,000 نفری هیبت الله نام و صدها مقام دیگر گروه طالبان با استفاده از امکانات امنیتی و قدرت دست به ایجاد شبکه‌های مواد مخدر، قاچاق و فروش اسلحه از افغانستان به گروه‌های تروریستی منطقه زده و از این درک ثروت بسیاری را در نزد خود ذخیره دارند. این شبکه‌ها همواره از منابع درآمد خود در جهت استحکام پایه‌های قدرت، امیال و خواستهای شخصی رهبران، رقابت میانگروهی و ایجاد فضای مجلل زندگی برای خانواده‌هایشان استفاده بردند. طالبان به عنوان ماهرترین گروه در قاچاق مواد مخدر و اسلحه دولتی را با امکانات امنیتی وافر برای فعالسازی هرچه بیشتر شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در اختیار دارند و از این درک منافع خود و سایر گروه‌های همفکر خود را که در تبانی با کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار دارند تامین می‌کنند. حذف گسترده زنان از جامعه. گروه تروریستی طالبان را میتوان زن‌ستیزترین گروه سیاسی در جهان نام برد. این گروه از زمان به قدرت رسیدنشان تا حال بیش از 20 فرمان را در جهت محدودسازی فضای زندگی اجتماعی، سیاسی و تحصیلی و شغلی بر زنان افغانستان تحمیل کرده و همین حالا بزرگترین زندان را برای زنان روی دنیا در افغانستان تحت کنترلشان ساختند. دختران، زنان و فعال گروه‌های مدافع حقوق بشری در افغانستان تحت کنترل گروه طالبان با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند و هر روز قیودات این گروه بر زنان افغانستان بیشتر شده می‌رود. گزارش‌های متعددی از قتل، زندانی ساختن، تجاوز گروهی و سربنیست کردن فعالان زن در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان به نشر رسیده و از جانب نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان تایید شده است. جایگزینی علم مدرن و عصری با کتب فقهی و مذهبی وارداتی از پاکستان. طالبان عملاً بارها اعلان کردند که از سیاست آموزشی به اصطلاح غربی دوری جسته و خواهان جایگزینی نصاب سابقه غربی با نصاب آموزشی امارت اسلامی، دروس اسلامی و علوم اسلامی هستند. با توجه به این که اکثر رهبران و اعضای ارشد گروه طالبان در دارالعلوم حقانیه در کویت پاکستان تحصیل کردند، به نظر می رسد که آنها از نصاب آموزشی این مدرسه برای تدریس در مدارس جهادی خود استفاده خواهد کرد. دارالعلوم حقانیه و دانشگاه جهادی ها معروف است و شاگردان خود را بر اساس عقاید مکتب دیوبندی آموزش می دهد. با این کار گروه طالبان در تلاشند تا سیاست‌های آموزشی گروه‌های تندرو مذهبی پاکستانی را جایگزین نظام آموزشی افغانستان سازند.
این کار برای استحکام حاکمیت طالبانی مفید تمام می شود و هم باعث می شود تا جامعه و مردم افغانستان از تحصیل و سواد و دانش مدرن محروم مانده و به خطری در برابر حاکمیت نامشروع و تروریستی طالبان مبدل نشوند. سیاست‌های طالبان در اصل نسخه کاپی شده از سیاست‌های تندروانه دیوبندی بوده و در درون خود روحیه ستیزه‌جویی، افراط‌گرایی، تکفیر و مقابله با علم مدرن و عصری را پرورش می‌دهد. این گروه با مدرسه سازی گسترده و هدفمند در تلاشند تا جامعه افغانستان را از درک حقایق موجود و تلخ سیاسی ناشی از حاکمیت جبارانه گروه طالبان دور نگه داشته و مانند رعیت گوسفندی بر آنها حکمرانی کنند. اکنون نیز یکی از اهداف عمده این گروه از تأسیس مدرسه های جهادی، تربیت صدها هزار سرباز بالقوه برای جنگ های آینده در داخل کشور و یا صدور آنها برای جهاد در بیرون از افغانستان است. همچنان تربیت نسل‌های بعدی در افغانستان با روحیه تندروی، افراط‌گرایی دینی، تکفیر، نفرت و انزجار امکان هر نوع تغییر سیاسی، پلورالیسم سیاسی، حرکت به سوی دانش مدرن و اندیشه انتقادی سیاسی را منتفی ساخته و یک جامعه کور را در خدمت اهداف طالبان قرار می‌دهد. با توجه به اصول اصلی سیاست‌ها و استراتژی‌های طالبان، این گروه همواره بر تطبیق آنها تلاش دارند. این گروه به خوبی می‌داند که یگانه راه در کنترل داشتن قدرت، افراط‌گرایی، دشمنی با علم مدرن، یک دست سازی قومی، زنستیزی و باجگیری برای تداوم حاکمیتشان است. برای این کار از قاچاق مواد مخدر، اسلحه، باجگیری و سرکوب گسترده مردم در تحت شعار دروغین و فریبنده عفو عمومی استفاده برده و می‌خواهند برای مدت طولانی صاحب و مالک بلا منازع قدرت سیاسی و حاکمیت در افغانستان باشند که تداوم این سیاست برای آینده منطقه و جهان خطرناک بوده و موجب بروز چالش‌های جدی امنیتی در سطح منطقه و جهان خواهد شد.